به انگلیسی در 5 دقیقه خیلی خوش اومدید. لاس زدن در زبان انگلیسی به چه شکل بیان میشه؟ برای بیان چنین عبارتی میتونیم از کلمه flirt استفاده کنیم که یک ورب هستش یا همون فعل و حرف اضافه‌ای که در کنار این کلمه به کار برده میشه with هستش. flirt به معنی اشوه‌گری یا لاس زدن. جمله اول میگه که Jesse was flirting with every man in the room. Jesse was flirting with every man in the room. جمله اول به این معنی هستش که جسی در حال لاس زدن با تک تک مردایی که توی اتاق بودن بود. جمله دوم He flirts with every attractive woman he meets. He flirts with every attractive woman he meets. یعنی او با هر خانوم جذابی که دیدار میکنه لاس میزنه. یه عبارتی داریم در واقع phrasal verb هستش. Flirt with something. Flirt with something یعنی to consider. یک ایده، یک نظری رو بیای بسنجی، یک ایده ای رو بیای بالا پایینش کنی، در موردش فکر کنی. مثلا جمله اول میگه که I'm flirting with the idea of taking a week off. I'm flirting with the idea of taking a week off. یعنی من در حال سنجیدن این موضوع هستم که بیام یه هفته ای رو مرخصی بگیرم. جمله دوم He had flirted with the idea of immigrating. He had flirted with the idea of immigrating. و جمله دوم به این معنی هستش که او ایده مهاجرت رو بالا پایین کرده بود، سنجیده بود.